این هفته خبر تو خبر داره براتون از سوتی عظما که بعد از این همه روزه تحریم به ناگهان یه جفتک حوالی شیخ فری کرد و گفت گرانی ها ربطی به تحریم نداره. خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و به این چیزها نداره، مربوط به خود ماست، مربوط به ناهماهنگی هاست. این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره. این بسیاری از این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، باید علاج بشه و قابل علاجه. بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنن. شما نگاه میکنید گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بچه، اینا گرانی های بی دلیلی است. هیچ استدلالی پشت این گرانی ها وجود نداره. حالا درست در چنین شرایطی این مشنگ و دوله اومده توی تیویریش تا سختی ها رو به مردم ایران تبریک بگه و اینجوری به بسیجی ها دل بده و مردم هم مقابل این عرض کنم سختی هایی که تحمل کردن و تا حالا این بار سختی که بر دوش مردم هست انصافاً ناشی از اون ایمان دینی مردم هست که در مقابل یک عرض کنم ابرقدرت هایی که همه ابزارها تو دستشون. از اون طرف جک و جونورای عمامه دارم مشغول پاچه‌خواری برای عظمان و ولی فقیه شاخ شکسته رو اینطوری مشت و مال میدن. بیعت با مقام معظم رهبری، بیعت با پیامبر اسلام و بیعت با حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، باید همه به صحنه بیایند. این هم تصویری از صف بیعت بسیجی ها با عظما که از روی همه‌شون رد میشه. حالا بشنوید از این خرس پشمالو که بحث پدافند اقتصادی را انداخته و فکر میکنه با این خالی بندی ها میتونه عظما را از وضعیت انفجاری جامعه نجات بده. یکی از امریکایی‌ها اومده بود ایران، برمیگشت، تو یادداشتش نوشته بود، تو اسناد منتشر شده بود، گفته من انتظار داشتم وقتی رفتم ایران با این همه فشار اقتصادی ببینم مردم تو صف غذا واسدن و منتظرن با کاسه دستشون که مراقب بریزن بهشون غذا بدن اینجا. وقتی اومدم دیدم که نه، مردم همه دارن تو فروشگاه‌ها به وفور امکانات هست و ابزار هست، متوجه شدم که تو لایه‌های کشاورزی و لایه‌های اقتصادی و حوزه غذا ما کارکرد تحریممون درست نبوده و جنگ اقتصادی باید بریم یه بازمهندسی روی زمینه کنیم. این روزا آخوندا از هول حلیم دارن با کله میرن توی دیگ. مثلا این پسر اکبر کوسه اومد توی تیویریش و نتیجه انتخابات آمریکا رو تبریک گفت. با توجه به وقایع اخیر این شکست سنگین ترامپ رو به البته ایرانیان و البته غیر ایرانیان که به دلیل سیاست‌های بعضاً ظالمانه او دچار مشکلات ویژه شدن و مردم ایران هم به دلیل تحریم‌هایی که ایشون حتی در زمان کرونا تشدید کرد و باعث کمبود حتی مثلا دارو در ایران شد رو تبریک بگم. البته نظام ولایت جرواجرتر از این حرف هست و هنوز که هنوزه اکبر کوسه و خطش رو چوب میزنن. ما خبر داریم سرداره بودش داده بیداد میکرد، مرد. کجا مرده اینا؟ هیچ استخر فرح، چیز خونه فرح. نمیخندید شما؟ روز تاسوعا خودت کتاب نوشتی گفتی من روز تاسوعا اهل بیت و وحشتم بردم صد لطیان اسکی بازی. ارمنی ها تو محل ما این کارو نمی کنن، تو چجوری کتاب نوشتی؟ این داده بیداد حزب الله ناراحته، میگن نه نگو اینا، جوابشو باید بدی، شما جواب بدی. مگه سخت بده؟ مگه فلان بوده؟ همه میرن، همه علما میرن، خاک بر سر نظامی که همه علماش برن استخر فرح. بدبختیم به خاطر همین دیگه. چی بگی دیوونه این بریم گیر بدیم؟ چرا دیروز ترتیب بندی تو ماشین داشتن میداد؟ خلاصه اینکه هر اتفاقی بیفته جنگ و دعوای باندها تو نظام بیشتر میشه و همشون از در و دیوار آویزونن.
Wow. Ramón. Y eso gato del diablo, pronto son karateca. توی این اوضاع و احوال کارشناسای مشنگ نظام مدام نسبت به آینده همریشانشون هشدار میدن و میگن الکی دلتون رو صابون نزنید، هر اتفاقی بیفته وضع نظام خرابه. الان آقای بایدن برفرض رأی بیاره، چیزی که علنا اعلام کردن اینه که اول یک دوره حسن نیت میخوان نشون بدن، یعنی که بگن که به قول ما میخوان شکلاتی بدن، میخوان دهن ما رو شیرین بکنن که آقا در واقع شما بیاید ما یک سری تحریم ها، خودشون میگن تحریم های سمبولیک رو برمیداریم، مثلا تحریم ورود ایرانیان به آمریکا، شهروندان ایرانی به آمریکا. خیلی خوبه، بالاخره دانشجوی ما، استاد ما، شهروند ما میخواد اونجا بره، کاری داره، زندگی داره، درسی بخونه، اما مشکل اقتصادی ما رو حل میکنه؟ نه، اما میگن تحریم رو برداشتن. یا اینکه مثلا تحریم برخی مقامات، مثلا فکر کنید مثلا تحریم مقام معظم رهبری، تحریم آقای در واقع ترافل بنش، یعنی سفرشو، تحریم آقای ظریف وزیر خارجه. خوبه، به هر حال لازمه بالاخره جلسات مثلا تحریم فروش نفت انجام میشه، بالاخره برن و بیان. تحریم فروش نفت برداشته میشه اگر بایدن بیاد؟ نه چنین چیزی نیست. یعنی یک اول حسن نیت، دوم شرط گذاری برای مذاکره. این یکی هم تعارفات رو کنار میذاره و ترسش از آینده نظام رو اینطوری رو میکنه. ببینید اینکه کدومی که از اینا پیروز بشن به نفع ماست، باید اینو بفهمیم که مسئله ایران هرگز حوزه اختلاف بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نبوده. تحریم‌های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی در دوره حزب دموکرات وضع شد. اینا در شیوه مواجهه، در تاکتیک مواجهه با جمهوری اسلامی، در تاکتیک سرنگونی جمهوری اسلامی با هم اختلاف دارن، نه در اصلش. منظورش اینه که الکی سلام علیک نکنید، چون هر سلامی یه علیکی هم داره، یه چیزی تو این مایه ها. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم و علیکم السلام. عنوان مشنگ اول هفته به این کارشناس پرتاب تیویریش تعلق میگیره که یه چنین نسخه‌ای برای انتخابات آمریکا میپیچه. یکی از این مشکل آمریکا اینه که شورای نگهبان نداره، یه مشکل دیگه اینه که ولی فقیه نداره. یعنی اگر یک فردی خواست به این سبک انتخابات دزدی بکنه، یه فردی نیست اونجا وارد بشه و از رأی مردم بتونه صیانت بکنه. آخوندا با این اراجیف میخوان یه جوری خودشون رو تو تحولات جهانی بالا بکشن، اما سرانجامشون سقوطه. بوفالوی ولایت هم فرصت رو غنیمت شمرد تا برجام تاریخ در رفته شیخ فری رو اینجوری بمالونه. این برجام لعنتی که یک کلاهبرداری به تمام معنا از مردم ما و یک سوء استفاده جانور صفتانه از حسن نیت عزیزان مسئول ما در این کشور بود، این برجام در زمانی انجام شد و این کلاه رو زمانی سر ما گذاشتن که دموکرات‌ها حاکم بودن و دموکرات‌های جنایت انجام دادن. دور بدشانسی آخونداست و اوضاع از هر طرف که به چرخه بزبیاریش مال آخونداست. باند عظما برای دولت جوان حزب الله خیز برداشته و جک و جونورای ولایت هم از هر فرصتی برای قیچی کردن بال و پر شیخ فری استفاده میکنن. فقط با بتون کردن فرد و عراق کار ندارن، با بتون کردن فرهنگ عیسی رو جادر این جریان منحرف کار دارن. شفاف و روشن دارم عرض میکنم خدمته.
و اینکه بدونی اگر رأی دادی به این جریان انحرافی، عمه جان، خاله جان، همه کسایی که میترسیدن فکر میکردن که اون یکی بیاد جنگ میشه و فلان و اینها رأی رو دزدیدند، این جریان منحرف توی اقتصاد همینه، توی سیاست خارجی همینه، در کار و اشتغال همینه. جوجه آخوندا که این روزا حتی جرأت رفتن تو خیابونها رو هم ندارن، به مسخره بازی تو فضای مجازی رو آوردن و از این کلیپ ها ضبط میکنن تا بسیجی ها به ریششون بخندن. سوار هواپیما شدم، طرف اومده میگه حاج آقا شما سوار شدید، خیالم راحت شد. میگم برای چی؟ میگه حاج آقا این همه هواپیما سقوط کرد، یه آخوند توش نبود. حالا بریم سراغ چشمه دیگه ای از تولیدات ولایی در سال جهش تولید. این شما و این پنبه ماهی. سلام دوستان، من چند روز پیش از این ماهی ها خریدم که شرکتش هستش، هم اسم خارجیش هستش هم اسم ایرانیش. اومدم اینو بخورم، دیدم زیر دندونم انگار این مقدار پنبه هستش. اومدم اینو امتحان کردم، ببین یه مقدار از این خب امتحان میکنی فرق نمیکنه، از این ببین وسط این میگیری، اینا رو میاری زیر آب میگیری، ببین چی در میاد، ببین چه چیزی به خورد ماها میدن. متاسفانه یه خدا آبو کمش کنم که قشنگ ببین همینطوری که میشورید هرچی بیشتر میگذره اون ماهیت ماهی بودنش از دست میره و پنبه میشه. ببینید حتی من شک کردم به خاطر اینکه دیدم واقعا یه چیز مزخرفیه، پنبه داریم ما میخوریم. حتی با مایه من میشورم، ببین چه بلایی دارن سر ملت در میارن. در پایان توجه شما رو به 2 نمونه کنسرت تک نفره جلب میکنیم. اولیش با حضور یک مادر مهربان. چشم و چراغم مادر، تنها گلزار باغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر، من با دعایت رو سفیدم مادر، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم، مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم. و دومیش با حضور پدری که علاقه چندانی به موسیقی نداره. ده وقتك قال اللي كان تعبان. خلاص طيب خلاص.